السلام علیکم. بازم به شما هستم، شیخ عرب. چطوری که شما میدونید من گزیمعه سیمکرت بالعین همه از آن من بودن. این حال من آنها را ترک کردم و به تاجیکستان آمدم. امسال تاجیکستان رشد سیاحی و هنرهای ملی است. ما تصمیم گرفتیم که از تاجیکستان بیزنس خود، یعنی تجارت خود را آغاز نماییم. البته تجارت ما به نهایت خوب شد. شما هر یک میدانید که من کل فوتبالیستان روی دنیا را سپانسری میکردم، دستگیری میکردم. این حال آمدم میخواهم در تاجیکستان کمند استقلال را دستگیری کنم که بمانند رونالدو، بمانند میسی به قله های بلندی فوتبال برسند. البته در اینجا میخوام استقلال را دستگیری کنم. طول یک سال میشود که من در فرخار هستم. راستی گپ در فرخار یک کمند داشتد حاصلات. بیزار شدم از دستگیری آن حاصلات به حاصل برآمد. افسوس که پول ما بیفایده شد. این حال میخوام که همه کل فوتبالیستان دنیا را، تاجیکستان را به مثل دنیوی کنم و به مثل رونالدو کنم. در فوتبال امسال جام روسیه است، در آنجا ببرم. و ناگفته نماند که ماه شریف رمضان در تاجیکستان حکم فرماست. ماه شریف رمضان را به کل مسلمانان دنیا و کل مسلمانان تاجیک مبارکباد بگویم. افسوس که عید آمد و ماه شریف رمضان رفت. هر یکی شما را به این عید ماه شریف رمضان مبارکباد میگویم. البته در این عید ناگفته نماند بیزنسی ما اینا چه خیلی که شما دیده ایستاده، یکی از موادهایی که بیزنسی ما تپک نام دارد. نگاهبان این موادها را خوشنو نگاه کن. این تپک از کلمه یعوانی گرفته شده، معناش سرگین می باشد. بیزنسی اساسی ما این است. در تاجیکستان 2 فوره تیار کرده به گیس های سنتوده 1 سنتوده 2 روان کردم. این حال 1 فوره دیگه در حالت قاق شدن است. می توانید آمده خریداری نمایید تا که ما صنعتکارای تاجیکستان را دستگیری کنیم. من راستی به نهایت صنعت تاجیک را دوست می دارم و می خواهم که صنعتکاران تاجیک را دستگیری کنم. چطوری که شما می دونید صدرالدین نجم‌الدین، شبنمی ثریا، آنها را من دستگیری کرده برای دنیا معرفی کردم. می خواهم که روزی به که فیضلی را و خیرالدین شریف را دستگیری کنم و با مانندی آنها در دنیا معرفی شوند. بازم شیخ عرب کل مردمی تاجیک، ملت تاجیک را در این عید ماه شریف رمضان مبارکباد میگوید. دعا میکنیم همه وقت ملت تاجیک سربلند باشد و ناگفته نماند. ملت تاجیک، مردم تاجیک شکرانه نکنید. این باغ و راغ را بینگرید، این صلح و صلاح را بینگرید، این میوه و نوش و نیمت را نگرید. باور کنید دیگه به شما چی در کار است؟ بخورید و خواب روید، حلاوت ببرید از این صلح و صلاح، از این آبادی وطن. باور کنید من شما را نمیدانم، من خودم حلاوت میبرم. از شیخ عربم بالا هم و از تمام بای دنیا هم بالایم، چون که در وطنی خودم هستم.